متن کوچکی رو تهیه کرده بودم که دفعات قبل هم در رابطه با حقوق بشر با یک دو بیتی از خودم نوشتم. شروعش و آغاز شد: بشر را حقوقی است ارزنده تر، ز کمبود آن شد پراکنده تر، همو را مقامی برازنده تر، شد از آن حقوق بشر زنده تر. و اینجا اشاره دارم به گفته از هگل که به ناگاه بشر ماه زمین را در آغوش کشید. در 3 قرن اخیر پس از رنسانس و سپس انقلاب صنعتی، جهان شاهد رشد تصاعدی علم و تکنولوژی، عصر اتم، فضا، انقلاب اطلاعاتی و رایانه‌ای و همگام با آن وارد عصر نوینی شده است. پس از جنگ سرد و انقلاب رسانه‌ای و اطلاعاتی در ادامه تحولات علمی وارد دوره جدیدی از آگاهی می‌شود. در کنار رشد تکنولوژی و علوم، بشر به اعلامیه جهانی حقوق بشر دست و در جهت به دست آوردن حقوق و دموکراسی مبارزه‌ای را آغاز می‌کند که هنوز در ابتدای راه خود است. بشر دست یافته است که کلیه اعضای خانواده بشری حقوق یکسان و انتقال ناپذیری دارند که اساس آزادی، عدالت، صلح را در جهان تشکیل می‌دهد. عدم شناسایی و تحقیر حقوق بشر منتهی به اعمال وحشیانه‌ای خواهد گردید که روح بشریت را به اسران خواهد داشت. در این صورت ظهور دنیایی را می‌طلبد که در آن افراد بشر در بیان عقیده آزاد و از ترس و فقر فارغ باشند. این حقوق مهم به عنوان بالاترین آمال بشری در اعلامیه حقوق بشر اعلام شده است. بشر به این نتیجه رسیده است که اساساً حقوق انسانی را باید با اجرای قانون حمایت کرد تا انسان به عنوان آخرین علاج به قیام بر علیه ظلم و فشار مجبور نگردد. و همزمان لازم است توسعه روابط دوستانه بین‌المللی را مورد تشویق قرار داد. گروه زیادی از آزادیخواهان بر این باورند که باید با پیروی از اعلامیه حقوق بشر فعالیت‌های خود را شروع نمود. میبایست در برنامه‌های خود به موضوعات، کتب، مقالات، اسناد و اطلاعاتی که ما را به شناخت و درک و اشاعه اندیشه حقوق بشر و دموکراسی و حق آزادی فکر و وجدان و مذهب کمک می‌کند بپردازیم. آنها را در اختیار عموم قرار دهیم تا اینکه هر کدام در نوع خود بتوانیم در فرهنگ سازی، انتشار آگاهی، دفاع و پیشبرد دموکراسی و حقوق بشر مؤثر باشیم. برنامه‌ای از همین گونه که امروز اینجا برگزار می‌کنیم و سپس ادیبان و پژوهشگران را باید که با کارهای ادبی و بررسی‌های تاریخی و حقوقی به این مهم بپردازند، چه در زمینه حقوق اجتماعی، مدنی و شهروندی و در نهایت دستیابی در برنامه‌های تلویزیونی، اینترنتی، مقالات و کتبی که در میان مدت و یا در دراز مدت به تدریج به انتشار و پیشرفت آگاهی و فرهنگ‌سازی کمک کند. البته بررسی‌های بی‌طرفانه برگزیده به دور از شور و آراسته به شکوه و تنها بدین گونه انتقال ارزش‌های دموکراتیک، ارزش‌های مبتنی بر اصول آزادی‌خواهانه در آن حقوق بشر است، مؤثر و ممکن است. همگان را میبایست مشرف بود تا بررسی و برداشت‌های مترقی حتی از ادیان، عقاید عرفانی و سنت‌های رایج در میان مردمان را ترویج کند و فرهنگ تأمل را پرورش دهد. و رسانه‌هاست که رکن چهارم دموکراسی باشند و خبررسانی مستقل، گسترده، صادقانه و کثرت‌گرا را پیش کنند و این همه میبایست از جمله اهداف ما باشد.